دیگه گونی‌های برنج تو دور ننداز. بیا بهت بگم میتونی چه کار کنی. اول میای گونی رو مقابل خودت قرار میدی، اضافه‌شو برش میدی و حالا 50 سانت جلو میری، علامت میزنی، یه خط صاف میکشی و حالا 2 مرتبه اضافه کار رو برش میدی. میای و خطای افقی و عمودی روی گونی ایجاد میکنی. گونی به خاطر قابلیتی که داره آب از اون عبور نمیکنه. حالا تموم خطها رو باید دوخ بزنی. بعد از اینکه خطها رو دوخ زدی، حالا میای 2 تا مستطیل به اندازه گونی از جنس پارچه برش میدی و روی گونیتون قرار میدی. مرتب میکنی کارو و یک نوار 15 سانتی برش میدی که عرض اون 5 سانته و به این شکل تا میزنی و تا آخر نوارتو دوخ میزنی. بعد از دوخ نوار رو به 2 قسمت تقسیم میکنی. یک لایه از کار رو بر میداری و نوارها رو به وسیله سنجاق روی کارت ثابت میکنی. از لبه های کار باید 5 سانت داخل بیای. حالا کارتون رو سنجاق بزنین و دور تا دور کارتون رو دوخ میزنین. فقط 10 سانتش رو باز بذارین که بتونین کارتون رو برگردونین. وقتی کارتو برگردوندی اضافه رو به داخل تا بزن و دوخ بزن. حالا کارتو تا میکنی و جایی که اون نوارها قرار میگیره رو 2 تا دکمه دوخ میزنی و در نهایت شما یک نمگیر آشپزخونه دارین که به همین راحتی میتونین ازش استفاده کنین.